دلم میخواد اینو رو موبایل ضبط کنید. یه چیزی میخوام بگم، ایدی بدم به شما. بفرمایید. یه ایدی بدم 1 دقیقه، منتها رو موبایل رو ضبط صوت هر چی میتونید ضبط کنید. 1 دقیقه ولی این نارنجکه. خیلی خوب. 1 دقیقه ولی نارنجکه. تو موبایل هم هست، منتها اینو میخوام دیگه سراسری بگم. ما یه وقتی پاکستان رفتیم، کنگره بود برای سخنرانی. به ما گفتن قرائتی حواست جمع کن. گفتم خبریه؟ گفت اینا هم استاد دانشگاه. گفتم خب باشن، من پیش نماز مسجد دانشگاه تهران ننم، با استاد دانشگاه رفیقیم، مشکل نداره. گفت اهل سنتن. گفتم ما با سنی ها مسئله نداریم، تو ایران میلیون ها سنی هستن زندگی میکنیم. بله. گفت اینا وهابی هن. گفتیم خب حالی وهابی، چون وهابی ها ما رو حتی کافر میدونن، مشرک میدونن، ولذا شیعه رو خیلی کشتن، ولی تا حالا یه سیلی به یه اسرائیلی نزده. انگار تمام کفر تو شیعه، حتی یه سیریه وهابی در تاریخ یه سیلی به یه اسرائیلی نزده، ولی تا مشکلشون با ماست. بله همه مشکل. گفتم میدونی حالا ما اینجا کشور غریب هستیم، اصلا حرف شیعه و سنی نمیزنیم، کار به وهابی هم نداریم. از بالای ابراه مثل هواپیما که بالای ابر میره ما یه بحث قرآنی میکنیم کلی ها. ما یه بحثی کردیم اینا چند بار کف زدن، خوشش اومد. آخر جلسه یک چیز اینا نتونست خودش نگه داره، پا شد گفت احسنت، حیف که تو شیعه هست. عجب. گفتم بنا نشد حرف شیعه و سنی بزنیم. من کلی صحبت کردم، یک کلمه از شیعه نگفتم، از سنی هم نگفتم. قرآن که مورد اتفاق هر دوست، از قرآن بگیم، چه کار داریم به شیعه و سنی. ولی تو پا شدی شعار دادی حیف که شیعه هستی، یعنی چه؟ یعنی منحرفی. به کسی آدم میگه حیف که تو تریاکی هستی، حیف که تو رفوزه شدی، حیف که تو حیف یعنی من سقوط کردم. شما ساعت رو ببین، رو ساعت من ثابت میکنم چرا شیعه هستم. با تاریخ هم نیست، چون تاریخ ممکنه راست باشه ممکنه دروغ باشه. رو حدیث هم نیست، چون حدیث ممکنه معتبر باشه ممکنه جعلی باشه. رو شعر هم نیست، چون شعر هم تخیلات شاعره. از متن قرآن هم بعضی آیاتش تو بورسه، از او آیاتی که تو بورسه. ساعت هم به 1 دقیقه بیشتر نشه. هر که حاضر است ثابت کنم چرا شیعه هستم در 1 دقیقه بگم. اینم نه به خاطری که من تحقیر کنم شما را، میخوام پاسخ تحقیر خود ما بدم. چون تو منو تحقیر کردی، گفتی حیف که شیعه هستی یعنی منحرفی. ما کسی رو تخریب نمی‌کنیم. بله، اثبات می‌کنیم. بله. من میخوام بگم قصه نخور، تو سنی باش منم شیعه، هر دو با هم زندگی میکنیم. اما این لحنی که حیف، انگار مثلا من هروئینی شدم. اگر حاضرید 1 دقیقه گفتن باشه، گفتم پس ساعت ببینید بیش از 1 دقیقه نشه. 1 2 3 بسم تعالی. تا پیغمبر بود شیعه و سنی نبود، رهبر همه خود پیغمبر. قرآن میگه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه. رسول الله الگوی هر دو. پیغمبر که از دنیا رفت، مسلمان ها 2 دسته شدن. یه دسته فقهشون از اهل بیت گرفتن شدن شیعه، یه دسته هم فقهشون از 4 تا فقیه دیگه گرفتن، امام احمد حنبل و امام مالک و شافعی و حنبلی و حنفی و اینا. بله. هنوز 1 دقیقه نشده. من که فقهم از اهل بیت گرفتم 3 تا آیه قرآن دارم. قرآن راجع به اهل بیت میگه یطهرکم تطهیرا. هیچ که نگفته آیه مال ابو حنیفه و شافعی و حنبلی. بله. اهل بیت رو هیچ که نگفته اونا. پس اهل بیت یطهرکم تطهیرا دارن، یعنی معصوم. 2 اهل بیت قرن اول بودن. 4 تا آیت الله شما فقیه شما قرن دوم از مادر متولد شدن، یعنی اهل بیت 1 قرن جلوترن. قرآن میگه و سابقون السابقون اولئک المقربون. تمام اهل بیت شهید شدن، تمام اهل بیت شهید شدن. و قرآن میگه کسانی که فضل الله المجاهدین علی القاعدین، او کسی که شهید شده مقامش از کسی که شهید نشده بالاتره. من شیعه هستم به 3 دلیل. دین معکسی میگیرم که 1 یطهرکم تطهیرا داره، 2 و سابقون السابقون داره، 3 قتلوا فی سبیل الله داره. با 3 تا آیه من شیعه هستم. دیگه به من نگو حیف که تو شیعه هستی. آقا جلسه رفت رو هوا، سالون پر، از این تو به هم نگاه کردن.
جلسه پوکید. گفتم این یکی از خاطرات ما در خیلی پاکستان. خیلی خوب. بسیار خوب.